لقطات من مراسم جنازة الرئيس الإيراني الراحل ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي في حادث تحطم مروحية أثناء توجههم إلى مطار تبريز. روز خونا گریه کنه خوب است دستم میدان ولی از گفتم شما رئیس جمهور نمیدنی و کفش فوت شما بکن ما روز خونا گریه کنه خوب است یبن شبیب دیگه این ارمه مارا کتر کفش فوت دمو بکن همچی که روز خون میگن یبن شبیب امه ما را کتک زدن. بعد يومين من تحطم المروحية الذي أودى بحياة إبراهيم رئيسي ورفاقه، أثيرت شكوك جدية حول طبيعة الحادث. تجدروا الإشارة إلى أن المروحية التي تحمل القائد لم تكن مجهزة برادار الطقس، وتم تعطيل نظام تتبع الإشارة. هل كان هناك تخريب؟ همبستگی ملی بود. دلنگرانی که درست کرد دلبستگی رو که نتیجهش داره میشه همبستگی که یدالله فوق ایدیه. یه مزایی با همه کردیم بودیم به حضرت عباس مثلا خدا هست، خدا حاضره، خدا ناظره، خدا میبینه، خدا میبینه. و واقعا این لحظات و این امتحانی که این ساعتها ملت ایران دارن، این امتحان رو در کنار همه هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.